قبل از آموزش اجرای این طرح میخوام براتون آنالیزش کنم که چطوری سایه ها و لاین هاش رو بزنید. همونطوری که مشخصه برای استنسیلش لاین های لب پایین و بالاش رو مشخص میکنیم، اما نباید خیلی موقع اجرا تیره کنیم. فقط برای استنسیل این کار رو انجام میدیم و میریم سراغ تیره ترین نقاط که باید خیلی تیره بشن. این قسمت ها رو هم باید یادمون باشه که هم استنسیل کنیم هم موقع اجرا دقت کنیم بهش. اما شاید مهمترین قسمت لب ها این باشه که بدونیم کجاها رو باید تیره کنیم و کدوم قسمت ها رو روشن بذاریم. این قسمت هایی که میخوام بهتون مشخص کنم هم برای طبیعی تر نشون دادن طرح لبمون و اون ترک های روی لب باید لاین بخوره. حالا هر دو روش که با سوزن RL و RM هست، چه لب بالا چه لب پایین، بهتون میگم تکنیک زدنش رو که چطوری برجسته و طبیعی به نظر برسه. قسمت لب پایینش رو اگه نگاه کنید سایه های تیره نسبتاً بیشتری داره نسبت به کل طرحمون، تیرگی های بیشتری داره. وقتی سایه های این قسمت هایی که الان دارم مشخص میکنم رو بزنید باعث تو رفتگی میشه، یه جورایی طرح ما تو رفته به نظر میرسه. یه مقدار هم وسطش داره از این سایه ها که نحوه زدنش رو بهتون میگم که چه تکنیکی داره. این کار باعث میشه که طرح ما برجسته به نظر برسه و سه بعدی بشه. یه جورایی همین طرحی که دارید میبینید سه بعدی بودنش به خاطر اون سایه های حاشیه لبش و اطراف لبش هستش. این قسمت هایی که مشخص دارم میکنم قراره که توی طرح ما تیره ترین قسمت ها باشه. بله، همین قسمت هایی که میبینید قراره که قسمت های تیره تر طرح ما باشه که قراره سایه های تیره تری بخوره. حاشیه های اطراف لبش، زیر لبش، بالای لبش و به این صورت. اما نقاط روشنی هم داره این طرح که به هیچ عنوان نباید تیره بشن. سایه شاید لازم داشته باشه یه حدی بخوره، ولی این نقاطی که مشخص میکنم باید روشنترین نقاط طرح ما باشن تا بیرون زده و اون برجستگی ها به خاطر روشن بودن این قسمت ها به چشم میاد. و دندون هاش رو هم که همونطور که میبینید مشخص میکنیم و برای اجرا دیگه نکته‌ای باقی نمیمونه. یه ظرف رنگ مدیوم لازم داریم که 2 قطره توش رنگ تیره بریزیم و الباقیش رو سولوشن پر کنیم، با سولوشن پر کنیم. خب یه رنگ تقریبا لایت و روشن داریم که هم میتونیم باهاش سایه بزنیم و هم لاین بزنیم. دقت کنید لاین های حاشیه اطراف لب رو نباید جوری بزنیم که لاین مشخص باشه. به هیچ عنوان نباید لاین مشخص باشه و جوری لاین رو میزنیم با 2 بار 3 بار حرکت دادن فقط کافیه که یه حاله ای از طرح رو نمایش بدیم و اصلا لازم نیستش که مشخص بشه. حتی میتونید این کار رو هم انجام ندید و فقط واسه این که یه حاله ای از طرح مشخص باشه این کار رو انجام میدم. خیلی مختصر و خیلی کوتاه با 2 ضربه 3 ضربه. و نقاط تیرش رو هم مشخص میکنم. اون قسمت هایی که توی آنالیز طرح نشون دادم که خیلی باید تیره باشه، اون نقاط رو هم تیره میکنم و کمی هم اون حد فاصله دندون ها بین 2 تا دندون رو با همون لاین های خیلی خیلی سبکمون، سطحی نه ها، سبک، با 2 بار 3 بار رد شدن از اون قسمت ها کافیه که مشخص کنیم مرز دندون ها رو. عمق سوزنمون 1 میلیمتر نباید کمتر بشه، بیشتر هم نشه. بعد از اینکه اون حاشیه دندون ها رو زدم، من چون هنوز پاک نکردم تیره تر به نظر میرسه ولی خیلی کم رنگ تره. شروع میکنیم به زدن لاین های روی لب. ترک های روی لب رو با این
روش مشخص میکنیم، ولی بازم کار داره. برای اینکه طبیعی تر دیده بشه فقط ما داریم اینجا مشخص میکنیم اون حد و مرزهامون رو که در انتها بخوایم سایه بزنیم. همین حالتی که سایه های بین دندون رو زدیم و لب رو زدیم، با همین سایه های یواش و لایت ترک ها رو انجام میدیم و توی قسمت بالایی هم همینطور. بعد از اینکه طرحمون رو به این حالت در آوردیم، شروع میکنیم به زدن سایه هاش. طبق همون آنالیزی که بهتون نشون دادم، زیر لب باید تیره تر بشه. 2 تا روش وجود داره برای زدن سایه هاش. هم میتونید با سوزن RM بزنید، هم با RL. من با RM چون سوزن پهنه راحت تریه، با همین سوزن پهنه میزنم و سرعت دستم خب خیلی بالاتر میره. نحوه زدن سایه‌اش اینطوری که باید با یه سوزن مایل بزنید، با جهت مایل و یا تیغه بزنید. یه جاهایی که لازمه ترک بودن لب رو نشون بدید با تیغه میزنیم، و یه جاهایی که فقط باید تیره کنیم و سایه بزنیم رو با حالت مایلش میزنیم. لب بالاش و قسمت بالایی لب پایین، قسمت بالایی زیر دندون ها، اون رو هم جهت اون خطوطی که قبلا کشیدیم، همون جهت و همون مسیر با تیغه و حالت مایل همینطور که میبینید شروع میکنم به صورت حالا یا یک طرفه یا رفت و برگشتی سایه زدن. دقت کنید اون قسمت هایی که خط کشیدیم و ترک های لبه میتونید یک بار دیگه پررنگ ترش کنید با تیغه. و بعد از اینکه اون خطوط ترک های لب رو با تیغه سوزن پررنگ کردید، کمی اطراف اون خط ها رو کمی اطرافش رو تیره کنید و سایه بزنید، ولی بین خطوط ترک های لب باید فاصله سفید بودن و روشن بودن رو بذارید که باعث برجسته تر شدن اون ترک های لب میشه، جوری که خود اون خط ها تو رفته و عمیق به نظر میرسه و حد فاصله بین هر ترک برجسته به نظر برسه. و به صورت حالا یکی در میون باید روشن و تیره باشه. الگوی طرحمون رو نگاه میکنیم و با توجه به اون قسمت های روشن رو توی لب همونجور که نشون دادن تو آنالیز روشن نگه میداریم و سایه ها و تیرگی ها رو تیره میکنیم.
توی قسمت لبه بالاش هم دقیقا مثل لبه پایینش میمونه. قسمت پایینی لبه بالاش که این قسمت میشه زیره لبه بالا، اون رو هم با قسمت مایل سوزن شروع میکنیم به سایه زدن و هرچی که به سمت بالاتر میریم و روشن میذاریم، ولی نباید مطلق روشن باشه، کمی باید سایه بخوره. چرا که وسط لب پایین و وسط لب بالا برجسته ترین قسمت ما هست و همونطور که وسط لب پایین رو میبینید و روشنه و سایه های نسبتا روشنی داره، اما شلخته بودنش برای اینکه طبیعی و رئال به نظر برسه، ولی به صورت کلی وسط لب بالا و وسط لب پایین باید روشن ترین نقاط ما باشه، چرا که باید بیرون زده و برجسته باشه. حالا قسمت های پایینی لب بالا که بالای دندوناش میشه رو به صورت کلی یه سایه‌ای میزنیم و اون خطوطی که قبلا مشخص کردیم و با تیغه سوزن تیره تر میکنیم، مثل همون قسمت لب پایینی با تیغش چند بار از روش رد میشیم، اون خطوط رو یه مقدار تیره تر میکنیم، ولی بین خطوط باید روشن بمونه، نه خیلی روشن مثل وسطای لب و اینا، ولی یه مقدار باید از اون تیرگی بیش از حد روشن‌تر بمونه تا ترک ترک و برجسته خودش رو نشون بده.
بعد از اتمام این مرحله یه مقدار خیلی کم قسمت بالایی لب رو سایه میزنیم که کمی تو رفته به نظر برسه که اون وسط لب بالا برجستگی خودش رو نشون بده. میبینید یه مقدار بالای لب رو به سمت پایین با تیغه یا با مایل سایه میزنیم که اون بیرون زدگی لب رو خوب نشون بده. اگه میبینید تا وسط میارم سایه رو رندوم میارم، یعنی مثلا یکی در میون بین اون خطوط یه دونه رو میارم، یا مثلا چند تا خط بعد دوباره یه دونه رو میارم تا پایین سایه رو میزنم که اون ترک های خود لب هم خودش رو برجسته نشون بده و طبیعی تر و رئال تر بشه. خیلی سایه خیلی سبکی میخوایم بزنیم قسمت بالش رو، مثل پایین خیلی سایه تیره‌ای نمیزنیم و همینجوری ولش میکنیم. دندوناش رو هم با همین تیغه سوزن RM هم گوشه هاش رو هم خود دندوناش رو میتونیم تیره کنیم و سایه بزنیم. با قسمت تیغهش اون حواشی دندون که به کنج لبهاش هست یه مقدار تیره میکنیم، طبق همون الگوی طرح اصلیمون تیره میکنیم و با تیغه سوزن خیلی با دقت شروع میکنم که یه مقدار لاین دندونهاش رو مشخص کردن و گردی اون پایینی دندونش رو هم یه مقدار سایه میزنم و به صورت کلی دندون رو سایه میزنم که از این حالت سفید خیلی روشن به حالت کرم و یه مقدار رنگ دندون، رنگ استخونی دندون در بیارم.
طرح ما کامله، شما میتونید جزئیات بیشتری بهش بدید، زمان بیشتری بذارید تا طبیعی‌تر و رئال‌تر به نظر برسه، ولی تا همینجاش هم قابل قبوله.